درود به چنل ماورای علم خوش اومدید. حتما شما هم با خودتون بارها پرسیدید که بعد از مرگ چی میشه؟ زندگی به پایان میرسه؟ یا اصلا چه بلایی سر ما میاد؟ اولین تئوری که همه ما از بچگی شنیدیم و خیلی همون بهش اعتقاد داریم بهشت جهنمه که از اونجایی که هممون در موردش میدونیم بیخیالش میشیم و میریم سراغ تئوریای بعدی. اولین تئوری از مصر باستانه. اونا یک کتاب دارن به نام کتاب مردگان. توی این کتاب گفته شده وقتی میمیری روحت رو یک خدایی به نام انوس میاد میبره. اون روحتو میبره به یه راهرویی به نام راهروی راستی. توی این راهرو 42 قاضی و 2 خدای دیگه هستن. توی اعتقاد افراد مصری چند خدایی وجود داره و مثل ما خدای یگانه یعنی الله رو به تنهایی نمیپرستن. اسم این 2 خدای دیگه اوسیمیس و معاته. وقتی به داخل تونل رفتین با اینها روبرو میشین. بعد اعتراف کنین به کارهایی که کردین. بعد از اعترافات شما اوسیمیس قلب شما رو ازتون میگیره و روی ترازوی طلایی خودش قرار میده. کفه دیگه ترازو پر راستین رو قرار میده که پر معاته. اگه قلبتون از این پر سبکتر باشه یعنی گناهانتون کم بوده و میتونین به زندگی بعدی برین. اما اگه قلب شما سنگین تر باشه قلبتون رو برمیدارن و اونا میکوبوننش روی زمین و خدای عمود وارد میشه. عمود صورت یه تمساح داره و جلوی بدنش مثل پلنگه، پشتش مثل یک گورخره. اون قلب تو رو از روی زمین برمیداره و بعد اون رو درست خورد میده. وقتی عمود این کارو بکنه اون روح برای همیشه نابود میشه و به دنیاهای بعدی نمیره. اونجاست که مرگ واقعی رو تجربه میکنید. حالا ما کاری به این تئوری نداریم. به نظر من این تئوری بیشتر شبیه داستان‌های ترسناکه. میریم سراغ تئوری بعدی. تئوری بعدی ما در مورد افرادیه که مردن و دوباره زنده شدن. مثلا طرف بعد از یه تصادف 10 دقیقه قلبش وایساده و بعد توی ریکاوری و دستگاه‌های خاص برگشته. توی این تئوری میگه 4 تا اتفاقه که میتونه برای این افراد بیفته. خیلیایی که چند دقیقه مردن میگن احساس آزادی و آرامش خاصی داشتن و درد دیگه نداشتن. یه جورایی آزاد و رها شده بودن از این دنیا. اما اون 4 تا اتفاقی که گفتیم میتونه بیفته چیه؟ اولیش اینه که میبینیم توی تونلی هستن که دارن به سمت تاریکی میرن. دومیش اینه که توی تونلی هستن که دارن به سمت یه نور میرن. سومی اینه که یه نفر میاد دنبالشون و میره جهان کیهان رو نشونشون میده. و چهارمی آخری اینه که میرن به یه جایی مثل بهشت، اما بهشت نیست، یه جای پرگل و بو با عطرهای خوشبو. ما قضیه این 4 تا گزینه چیه؟ چه گزینه اول که داری به سمت تاریکی میری میگن اون یه جهنمه و تو کارهای بدی کردی و داری میری به جهنم. دومی که میگن به سمت نور میری، خیلیا اعتقاد دارن به بهشت میری و بعضیا میگن نکنه همون نور بیمارستانه و داری میری تو جسم جدیده. این همون تناسخه. اگه نمیدونی تناسخ چیه یه فیلم در موردش ساختیم که الان بالا براتون ساجست میشه. توی دیسکریپشن هم لینکشو قرار دادیم. حالت سوم اینه که میگن یکی میاد سراغتون و برای هر کسی متفاوته. اینجوریه که مثلا اگه شما به اسلام اعتقاد دارید حضرت محمده که میاد دنبالتون، یا اگه دین نداشته باشید کسی که دوستش دارین میاد دنبالتون مثل مادر بزرگتون و شما رو میبره به دنیای بعدی. حالا جالبه یه سری روانشناس اومدن و با هیپنوتیزم کردن بیماراشون اونا رو بردن به قبل از تولد و جالبه یادشون میاد چطور در زندگی قبل مردن و زندگی جدیدشون رو خودشون انتخاب کردن و تمامشون یه چیزی رو به صورت واحد میگفتن. اون چیز این بوده که کسی که میاد تو رو ببره بعد از مرگ همون شخصیه که تو زندگی خیلی دوستش داشتین و باهاش آرامش میگرفتین. دقیقاً همون گزینه 3 ما. بعد از اون میری یه جایی و زندگی تو دوباره شروع میکنی به دیدن و انتخابی که کرده بودی برای گرفتن درس خاصی مثل یاد گرفتن مهربانی میبینی که آیا تونستی یاد بگیری یا نه. بعد از اون دوباره یه هدف انتخاب میکنی و زندگی جدیدت رو انتخاب میکنی. مثلا هدف جدیدت اینه که روح تو بلد نیست خشمش رو کنترل کنه. پس انتخاب میکنی توی زندگی بری که بتونی خشمت رو کنترل کنی. اونجا انقدر عصبانیت میکنن که تو یاد بگیری خشمت رو کنترل کنی. مثلا توی خانواده‌ای به دنیا میای که همه عصبی هستن. البته میتونی هم چند وقتی برنگردی یا توی همون مکان بمونی.
تمام این مطالبی که توی این ویدیو گفتیم به این نتیجه میرسیم که انسان روحش در حال تکامل و میخواد به کمال برسه. حالا ما یه سوال از شما داریم. به نظر شما بعد از مرگ چی میشه؟ یا اصلا روحی وجود داره به نظر شما یا نه؟ ممنون که ویدیو رو تا انتها تماشا کردی. سابسکرایب و لایک و کامنت رو فراموش نکنید.